افسانه خروسک و روباه. یک خروسک بود، دانه چیده میگشته بود که یک روباه نمودار شد. خروس فکر کرد که من یک مرغی مشتپر باشم. همین خیلی استم روباه میبیاد و گسته میخورد، بهترش به بالای درخت میبرم. خروس به بالای درخت برآمده بود که روباه آمده گفت: جوره، تو از من حذر کردی یا ترسیدی؟ خروس گفت: نه حذر کردم، نه ترسیدم. نوشد برای چی اینقدر به جای بلند براندی؟ گفت: چهار طرف دنیا رو تماشا میکنم. روباه گفت: هیچ از دنیا خبر داری؟ خروس گفت: نه، چی گپ شده است؟ روباه گفت: آخر همین بگو انجمن شد. در همان انجمن قرار کردند که دشمنی بین پرنده های چرنده ها برهم خورد. روباه همراه خروس گردد، گرگ همراه گوسفند گردد، گربه همراه موش گردد. تو در انجمن نبودی، برای همین ترسیده به بالای درخت براندی. خروس: من از انجمن خبر ندارم. گفت و باز به چهار طرف نگاه کردن گرفت. روباه گفت: تو باز به کجا نگاه میکنی؟ خروس گفت: به همین طرف. دوستگی توضیح خبر دویده آمده است. نمیدونم به سوی ما میام یا به طرف دیگر میرد. روباه گفت: این سگ‌ها هم در انجمن نبودند و از قرار نو بیخبرند. این را گفته روباه به شتاب گریخت. خروس گفت: پدر لعنتی دوست، من نباشم، سگ‌ها نباشند، دیگرها نباشند، تو همراه زنت انجمن کردی. روباه گریخته رفت. جان خروس از خطر